حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونا هم رحم نکردن. در اسرائیل مشکلش با بشار بود یا با سوریه است؟ یعنی دیگه الان بشار که از اینجا رفته، چرا دوباره اومده اسرائیل حمله میکنه تموم پایگاه؟ اگر یمن رو نگاه میکردن میفهمیدن که ما و جریان مقاومت محصور به این سرزمین ها نیست. ما یمن که در یک محاصره سنگینه. زنان در مقاومت نقش‌های تربیتی به سزایی رو داشتن. مادرانی که فرزندانی رو تربیت کردن که روحیه مقاومت و بر اساس سیاست علنی که گفتن خاورمیانه جدید دوره خانم کاندولیزا رایس مطرح شد که کشورهای منطقه باید به کشورهای در واقع